روز گذشته جمع‌آوری پخته در خواجگی کنجا نظیروف شهر ترسونزاده صورت گرفت. در مرکه آغاز جمع‌آوری این نوع محصولات صنعتی معاون یکم رئیس شهر اکرمزاده پرویز، معاون رئیس شهر اوید به ساحه کشاورزی همدم قلدالیوف و رئیس ریاست کشاورزی جهانگیر روشنوف اشتراک داشتند. دهقانان و چنگچیان خواجگی کنجا نظیروف با مصلحت رهبران و نمایندگان ساحه کشاورزی به جمع‌آوری پخته شروع کردند. درباره جمع‌آوری حاصل پخته رئیس خواجگی کنجا نظیروف فیض الله احمدوف تاثیراتش را چنین بیان کرد. خواجگی ما مثال 157 گیتار ما پخته کردیم، قریب 20 گیتار غله، 3 پیازم خوب شد، غله هم بسیار نقش شد. نقشه نقشه پله سربلندانه اجرا کردیم، پله نقش اجرا شد. من امروز ما پخته سر کردیم. خدا نصیب کنه باشه ما حرکت میکنیم که چی نقشه در پیش ما هست ما سربلندانه اجرا کنیم. من دیده سه نقشه پخته خیلی نقش گفتگی پخته است. یعنی ما امسال پخته تو این خیلی درجه آوردن قریب ما 3 بار دور دادیم. 550 کیلو دور دادیم. قریب 4 بار کلتوباسه کردیم. قریب 7 بار میشد. انا برای پخته این خیلی کردن ما قریب 2 بار ضد حشرات دوروی انا بیوخیمیکی همکنی شپیدیم. برای حشرات برای تارتنک میگیم برای همین دیده است که نشنامه پخته خیلی خوب است. امسال کشاورزان خواجگی کنجا نظیروف در میدان 157 گکتار پخته کشتند که 7 بریگاد پخته پروری را در بر میگیرد. چنگچیان خواجگی نامبرده روز گذشته به نقطه قبول نزدیکی 20 تن پخته سپاریدند. دهقانان خواجگی کنجا نظیروف عزم قوی دارند که حاصل پخته را تا کورک آخرین جمع‌آوری نموده به نقطه قبول میدهند و نقشه های بر ذمه داشته خود را سربلندانه اجرا می نمایند.